ریزه انباری خریداریم آشغال سنیوریتا نترس از عاشق شدن بیا اون با من سنیوریتا بیا تو لیلی بشو مجنون با من باشی غم نداری با من باشی چیزی کم نداری با من باشی زمین و آسمون حسودیشون میشه به عشقمون سنیوریتا دلت رو بسپار به من بیا اون با من وای بچه های گونی آشغال رو خریدم 20 میلیون اگه بفهم چیه سلام. من امینم من سونیا و خوش اومدیم به کانال خودتون. اینجا قراره توی این کانال از این به بعد کلی پستای خفن داشته باشیم، میستری باکس و کلی گونیای گرون داشته باشیم. بریم که اولین برنامه‌مون رو شروع کنیم. اگه تازه وارد کانال ما شدی ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنی و تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشی و لایک یادت نره بزن بریم. بچه ها شاید فکر کنید این یه میستری باکس فقیران است ولی این گونی رو من 20 میلیون تومن پول دادم 20 میلیون دادی من 2 میلیون تومن وای به حال چیز خوب توش نباشه. عالی درجه یک آشغالای درجه یک خودت هم میگه آشغال درجه یک. ببینیم چی توشه بازش کن. چیه؟ چی توشه؟ باز ببینیم چی توشه. صدای چی میده؟ بچه شما صداشو میشنوید؟ وای چه حالی میده چیه؟ خفنه. اوه پشمام بچه ها دیده بودید این؟ خب این چیه الان؟ عینکه دیگه عینک چیز میز میخوره فیلم نشون میده دیگه من نمیتونی فیلم نگاه میکنی؟ بده ببینم. مای گاد روشن میشه؟ خرابه. درسته باید درست شارژش کنیم این چیزه 20 میلیون دادی اینو برای گرفتی؟ سگمونه میگن سگ نخریده با سال بسته. ببخشید خیلی نخریده بود. بسار افسار بند لاغری کار میکنه؟ اینجا هیچی کار نمیکنه باتریش میندازم کار میکنه وای با حالت کار نکنه. PSP پشت نداره هیچی پشت نداره PSP که پشت نداره این آشغال. آره آشغال. 20 میلیون داده آشغال خریده. تفنگ بذار ببینم تب نداری؟ تبسنجه؟ کرونا داری؟ چرا هیچی اینجا کار نمیکنه باتری نداره بچه باتری نداره حالا این یه چیزی شد. این چیه؟ مداد تراشه؟ چه خوشگله. نه قیچی تیز کنه چاقو تیز کنه تراش. ای خدا اصلا چه حالی میده اینو ای پشم حالا آخر کار ندارم هیچی پشم نداره یه پشمات میریزه. پشم چرا کار نمیکنه هیچی ریش تراش. این چی داره صدا میده؟ ببین بره میده چیه داخلش؟ چی این الان؟ موجودات فضاییه بشین باش بازی کن از صبح تا شب اینجوری.
خودش داره کار میکنه بچه‌ها. فهمیه برای آرایشگری بدونم پنکت برای بابا. واسه آرایشگری من خوبه بچه‌ها. پیج کانال آرایشگریمو بیاید ببینین. باد نداره یا بارونه گرفته؟ فیگور این به این چیزا علاقه نداره. لوبیتل چی هست؟ دوربینه یعنی؟ دوربین لوبیتل. شواله. وای چی بامسته. دوستان عزیز کمربندانتون رو ببندید. سنگینه فکر کردم از این اسباب بازی معمولی هست. ولی جنسش خوبه. پول. آره 20 میلیون پول بده. وای چقدر خوشگله. خیلی قیمتی ها. وای مثل مال این چیزای سربازاست. وای چه صدایی میده. اینجوری میشه دسته میشه رو آتیش داغ کرد. نه؟ فکرم بدم میده. دستم خدایی ببین. اوه USA 1944 پولدار شدیم. بده در راه خدا. بده در راه خدا. بر موقعی که برق میره از دیگه برق نمیره خب بر موقعی که برق میره گیر کرد این قایقه. این قایقه. مغزش تو آب میره فکر کنم. برام قفاسی. باتری نداره. یعنی چی کار میکنه؟ قفاسی میکنه دیگه. این قواسی میکنه؟ یا قواس میزنه؟ نور قواسیه. چرا قوه؟ آره خب کنون. میکروفون کنون. انشالله که سالم باشه. یکی دلم برات تنگ خندت پر از آهنگ. ای که دلم برات تنگه خندت برام آهنگه افسوس دلت از سنگه موس اپل. این حالا کار میکنه یا کار نمیکنه یا پول لگی میکنه. عکس از من بگیر. عکسشو بعدا میذارم ببینیم. دروغ میگی. عکس داغون. این چیه؟ پایه مبل. پایه موب چی؟ که پایه موب نیست. این مال
ادویه و چیزای اینجوری فکر کنم از این مدلی هرچی میدی فرانس زیرش نیست این از این مدل اینجوریه که ادویه و فلفل و اینا میسابن پای ما بینی پای ما بابا اینا علکی که خودشون میدونن چی بذارن که میدن 20 میلیون یادم ننداز 20 میلیون داری یادم ننداز 3 میلیونی هم بود گونی 3 میلیونی هم بود حداقل 3 میلیونی میگرفتی نه 20 میلیونی 3 میلیونی که دیگه آشغال توش حتما آبلی مخوری هستی استیله آبلی مخوری نقل آبنگور خوری آبلی مو آبنگور آبلیمو اوه چی باله بازم ببینم دراشم وا میشه چی قشنگه نمیزم باید پسرم یه چیز خوشش JBL ببین روشن میشه روشن میشه شارژ نداره بیسیم بیب 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 آقا بزن کنار روشن میشه حرف بزن چجوریه؟ خورده ریزه انباری خریداریم آشغالگانه خریداریم نطمه دادی پراید نطمه دادی یادم رفته جا خودمون عکس عروسی مونه صورت نداره بچه هم میام روش نقاشی میکشم صورتمون نقاشی میکشم حالا از همش باحال‌تر این بود این خیلی باحال بود وای پیستول رنگ چقدر خوشگل کوچولوه این برای میکاپ ها پیستول میکاپه برای آخر رنگ به چه در میکنه دیوار باش رنگ میکنن این برای صورته روش یه دونه تراز داره یه دونه ماشین حساب داره خب وزنشون بده متره قدیمی ها متر کلکسیونی ماشین حسابش کار میکنه یعنی علکیه کنترل LG من کردم حداقل یکم بسالا رو تمیز کنم بذارم یه گونه 20 میلیونی تمیز شده است خیلی تمیزه یه دونه دیگه آبلی بخوری چیه؟ نوکیا؟ اوه گوشی ماکته آها چرا قوه؟ ماکتی چی بود؟ چرا قوه؟ الان شوکره؟ نه بابا الکی فقط صدا میده؟ آره ترسیدم اینو ما میندازیم آشغالی آره آخه بابا بزرگردن از اینا داشت کاست من گیر کرد خبرنگاری هم استوب نوستالژی بود این خوب بود باقل بود
واسه خبرنگاری این پیکره چیه؟ اوه بالده لایر اسپیکر اسپیکر میگم بال اسپیکره کلایر ایر پاریفیر چیزم هست چی بهش میگن؟ پاریفیر تصفیه هوا و اسپیکر. یعنی چی تصفیه هوا؟ یعنی همزمان که روشن تصفیه هوا میکنه؟ چه خفن چه چیزایی توش در اومده. آخرین چیزو در ببینم چیه؟ آخرین نیست هنوز هست؟ میخوام این چیزی به درد بخوری نبود بکشمش با این چاقو. که آخرین چیز شماره 12 توپ بیلیارد. حالا یه چیزی برای من داخلش باشه و چه این بانده برای من این اسپیکره بایدماش بگم باند دیگه اینم برای من این لاغری هم اگه درست باشه برای من این هارده واقعا هارده؟ میرسیم به 1/3 گونی 1/3 مونده. اکسوس خاوره؟ اکسوس خواهر قده؟ فشنگه؟ ماکتشه فکر کنم فشنگه پسر تو تفنگ توش نباشه. نه بابا فشنگ نیست که فشنگ که من بس نیست A B C F سول لا سول راس چه خوبه میدونی کدومه؟ وای مال فیلم شعله است بده مال فیلم شعله است بی جی میزن نگاه بفرما. به خدا مال فیلم شعله خب بچه ها دیدیم که یه چیز توپ از توش در اومد. یه چیز توپ. اینم یه دونه ملودیکا. خوب بود پس خوبم توش هست ملودیکا عتیقه made in Poland. زیاد زور نزن برابچ یه دونه ساعت عتیقه که داره کار میکنه. چقدر خوشگله خیلی خوشگله اینجوری آویزون کنیم گوشی خاطیه وای بده من اینو وای خودمونیم. یعنی من از بچه که عاشق این بودم تکاری شده برفا حس خوبیه خیلی خواب آوره. خب لنز
made in German Democratization Republication. حتما خیلی گرونه. حتما خیلی گرونه. خارات لنز گرونه دیگه. خب من آخراش دیگه میخوام چشامو ببندم. خب میارم بیرون، تو اول ببین به من بگو چیه. لنز پنتاکون. یه مشمعه. عینکه. ریبن. بی خدا ریبن ایتالیاییه. ببین اینجاش هم زده. چقدر خوشرنگه. بده من. از اون اصلی ها اگه باشه که بهم میاد. مشکله. این چی؟ موچ بهت میاد. پلیس. این زنه بس. بسنم علیه باشم بزنم میشم شکل این چیزه بود. بطر نامه بر. نه یه کارتونی بود. این ریبن ایتالیا به خود یعنی چی؟ اینجاش میزنه ببین اینجاش کوچولو میزنه. اینا خیلی گرونه. همین خودش 20 میلیون پولشه. اینجاشو میزنه. ایتالیا حک شده. برای بچه‌هایی که میخواید بدونید عینکای ریبن اصل رو این قسمتش خیلی ریز حک میشه. اصل که فکر نمی کنم باشه. فکر میکنم. های فیکه. نه عزیزم اینجا اگه اصل که شیشش خط نمیافتاد عزیزم. خط نیافتاده. هیچی نمیبینم. شیشه است اصله. ببینم اینم شیشه است. درست میدم؟ این یه چیزیه که یه قوطی عینک باز. این فکر کنم عینک خوبه باشه. فکر کردم عینکه بده. شیفر. اوه پسر این گرونه. رفتم بخرم همینو تازه چیز نه اصلا فکر کنم نبود میگفت 10 تومن. میداد نکی. به خدا شیفر یو اس آ. شیفر خیلی گرونه. میگم من رفتم بگیرم اصلا های فیک بود یعنی اصلا گفت 10 تومن. شیفر آمریکا به خدای خیلی گرونه. خب خوبه آفرین. خرید خوبی بود. بچه رو معطل نکنیم ببخشید. خب یه چیزیه که ببینم بگم مثلا چیه. نمیفهمم. چه خوشگله. چه خوشگله. اینم باحال بود. خدایش باحال بود نه؟ این باحال. خب بیسباله. درست میدم؟ به یه چیزی خورد. به یه چیز خوشگلی خورد. بابا هابلات حداقل ساعت زنونه بود یه چیزی. بابا هابلات زن و مرد نداره. به خدا داره کار میکنه. اشمو چه خوشگله. آها اونی که 20 اینم برا من. خودش میدونه چیه داستان. کاری نمیکنه که دوباره نری مثلا هیچ وقت اونجا که گشاده. اون که بعدش تنظیم میشه. ای خوشگله. خب اینم برای تو. خب همزم هست؟ نمیدونم. زیاد بود. تموم شد؟ تمام رفت. ولی از همش باحال‌تر این بود. من عاشقی دوتا شدم. به نظر من که پولشم بیشتره. خیلی بیشتره. حتی اگه کمترم بود خیلی حال داد. آره خیلی حال داد. خیلی حال میده بچه‌ها. اصلا این سیستم خیلی حال میده اینجوری. انشالله که شما هم خوشتون اومده باشه. قراره سری بعد بیشتر از این ویدیوها بسازیم. اگه دوست داشتین همین حالا کانال ما رو سابسکرایب کنین. لایک یادتون نره.
دوستتون داریم. بای بای.